سلام بچه ها، خوبین؟ اومدم با یه ویدیو دیگه آموزش درست آوردن فیلتراژ توی بازی، مثلا کلنگ فیلتراژ اینا. راستی من هرچی ویدیو میذارم شما لایک نمی کنید، واقعا خیلی ناامید شدم. خواهش میکنم لایک کنید. اول من یه لحظه ویدیو رو کات میکنم، مینویسم میاد. بچه ها من نوشتم، الان میگه ما حالا شاید نمیدونیم. اول این از پاک میکنیم. دقیقا اینو نبخشید، دقیق باید اینو بزنیم و این میاین اینجا تا بعضی هم مجون نامری پیدا نمیکنم. مجون نامری اینجا میریم با این دقیقا اینو برمیداریم، یعنی اینو که برداشتیم یه بیل کلنگ چیز. من این ویدیو رو کات میکنم و اینو میذارم. بچه من این چند تاشو گذاشتم. حالا اگه درتو بکنیم به همون، اگه الان من گیله ویدیو رو کات، اگه درتو بکنیم درت خودشو به همون میده و خیلی از سری میکنه، واقعا خیلی. الان میتونیم اینو ببریم هر جا که دلمون، واقعا چیز خوبیه. خواهشاً این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما هم حمایت کنید. لایک کنید، فالو یادتون نره. تا یه ویدیو دیگر، بدرود.